خب بریم سراغ حل تمرینای فصل 5. حالا یه سریاشو با هم حل کرده بودیم، ولی حالا با هم دیگه حالا بذار از اول کامل پیش بریم دیگه. فصل 5 اندازه‌گیری. خب واحد مناسب برای هر یک را بنویسید. خدمت شما عرض شود که اینو تو سال 2 حل کرده بودین؟ نه این سفر کلا حل کردم به جز 5 و 6 و 7 و یکی سفر. نه منو تو با هم دیگه. این بله سوال اولش با دوم. اول و دومش دیگه، درسته؟ بله آره. خب پس اوکی، پس حالا این اول و دوم گفتیم دیگه، برش کنیم. اول و دوم گفتیم، وقت اون گرفته نشه. بریم سراغ سوال 3. گفته واحدهای مناسب برای هر یک از موارد زیر رو بنویسید. مساحت کلاس درس. خب ببین سانتی متر مربع، اول که مساحت باید خب مربع آورده بشه، ولی سانتی متر مربع نیست، متر مربعه. چرا؟ متر مربع. آقا این مثلا کلاس درس. کلاس درس با خونه، با اتاق خونه فرق میکنه؟ نه. آقا مثلا از اینجا تا اینجاش چه میدونم 4 متره، مثلا از اینجا تا اینجاش 3 متره، مثال دارم میزنم خب مترن اینا دیگه. بعد مساحت اینو بخوای به دست بیاری میشه 4 ضرب در 3 میشه 12. اینم که متر بود، اینم که متره، متر ضرب در متر هم میشه متر مربع، درسته؟ سانتی بله متر مربع مثلا مساحت کتاب درسیته، درست شد؟ بله کتاب درسی کجا؟ مساحت کلاس کجا؟ پس اینا رو حواست باشه. مساحت زمین هندبال، مساحت زمین هندبال هم همینجور. حالا اون فقط یکم مساحتش بزرگتره، مثلا اون 10 متر باشه، اون مثلا چه میدونم 20 متر باشه، مثال میزنیم. پس اینم میشه متر مربع. مساحت کره ماه. با مساحت کره ماه، مساحت کره زمین دیگه خدمت شما عرض شود که مساحت یک کشور، مساحت یک شهر، مساحت یک استان، اینا همه کیلومتر مربع. بله این درسته. مثلا مساحت استان خراسان رضوی دقیقاً. مساحت کیف مدرسه، کیف مدرسه سانتی متر مربع میتونیم بگیم، حتی میتونیم دسیمتر مربع هم بگیم، درسته؟ بله شاید دسیمتر مربع شاید مناسب تر باشه. قسمت بعدی مساحت سکه 200 تومانی. بله میلیمتر مربع. خب این هم تیکشو بزنیم. بریم قسمت بعدی. گفته تبدیل واحدهای زیر رو انجام بدید. خب گفته هر 6 هکتار 6000 متر مربع است. بله گفتیم ضرب در 10000 میکنیم، درسته؟ بله هر 394 سانتی متر مربع چند دسیمتر مربع است. ما گفتیم این دوتا رو بخواد به هم تبدیل شه ضرب در 100. پس اینو ضرب در 100 کنیم، یه دونه میادش این ور، درسته؟ هر کیلومتر مربع چند هکتار است؟ اگر یاد باشه ما جلسه پیش اینجوری نوشتیم کیلومتر مربع، هکتار، متر مربع. بله اینجوری نوشتیم. بعد اینجا چون متر مربع است هر کیلومتر 1,000,000 هکتاره. نه، هر کیلومتر مربع 100 هکتار. هر هکتار هم بود 10,000 10,000. متر. کیلومتر مربع میخواست بشه متر مربع میشد 1,000,000، درست شد؟
بله. از اینجا مستقیم میخواستیم بیایم سر این، از یه 100 تا، از یه 10,000 تا باید میگذشتیم دیگه. 4 تا صفر این داره، 2 تا صفر این داره، میشه 1 با 6 تا صفر. درست شد؟ 2 3 4 5 6. داستان اینجوریه. پس اینو حواست باشه. برعکسش هم که باید تقسیم بشه. پس هر کیلومتر مربع 100 هکتاره. هر 8000 میلیمتر مربع چند متر مربع است؟ خب میلیمتر، ما میدونم متر میخواد بشه، میل باید ضرب در 1000 شه، یا میل میخواد بشه متر باید تقسیم بر 1000 شه. کلمه مربعی هم که اینجا میبینیم اون 1000 رو ضرب در 1000 دیگه باید بکنیم، یعنی 1,000,000. آفرین. یعنی باید تقسیم بر 1,000,000 بکنیم. این 1 و 2 و 3 و 4 تا صفر این با 4 تا صفر این بره. در واقع شما باید 8 رو تقسیم بر 100 بکنی دیگه، یعنی میشه 8 صدم. بله؟ بله. پس یه صفر اینجا اضافه گذاشتی، چون تو 8000 نوشتی، باید میشه 8 صدم. حله؟ بله. خب میگم باز من حالا همون حرفای قدیمیمون باز تکرار میکنم که دوست دارم مسئله ها رو تا جایی که میتونی حل کنی، یعنی سفید و خالی نذاری. حتی اگر یه کوچولوش هم حل کردی، من متوجهشم که تو مسئله رو خوندی، روش فکر کردی. این فکر کردنه واسه من خیلی مهمه، تا اینکه ببینی یه مسئله 2-3 خطیه ازش بترسی حل نکنیش. خب اینا خیلی مهمه واسه من. از قصد این مسائلم دادم، یعنی که تو ببینم چی کار میکنی. ولی خب 5 تا مسئله رو حل نکردی دیگه. حالا بحث خواب موندن و اینا رو متوجه نمیشم، یعنی چی خواب موندی؟ چون کلاس ما چند روز پیش بود، حالا تو یه روزش خواب مونده باشی، خب بقیهش چی؟ اگر بلد نبودی از من باید بپرسی کی، نه الان. مثلا شما اینها رو واسه من میفرستی، بعد میگه آقای رعیت سوال باغ کرمانه رو من هر چقدر روش فکر کردم وایس میذاری میگه آقای رعیت من سوال باغ کرمانه رو هر چی فکر کردم نتونستم یا تا نصفه نوشتم، ببینید درسته، بقیهش رو یه راهنمایی میکنید. پس از این به بعد هیچ مثالی، هیچ سوالی سفید و خالی نباید بمونه. درست شد؟ این بله. تمرین ها من ندیدم کی بفرستی. تمرینا رو گفتم شب قبل از شروع کلاسمون باید بفرستی، نه صبح روزش که مثلا 8 صبح کلاس داریم تو 6 صبح بفرستی، یا مثلا نمیدونم ما 11 صبح کلاس داریم تو ساعت 9 صبحش بفرستی. گفتم اگر 11 صبحش کلاس داریم تو شب قبلش، مثلا 8 شب قبل، 9 شب قبلش، اینا رو ما ببینیم مثلا جلسه چندممونه، 25ممونه، 30ممونه، نمیدونم. خب الان دیگه مثلا اینا یکم حرف زدن اینا چیز دیگه، اینا واسه کسایی که مثلا من جلسه اول دوم باشون کلاس دارم. پس از این به بعد اوکی شد. بله. دیگه اینا رو من نباید اینجوری ببینم یعنی خیلی تو ذوق میزنه اینه که الان حل نشده. مثلا این فصل که گفتم، این فصل خیلی از بچه‌ها توش مورد دارن، احتمالا یکیشون هم خود تویی. درست شد؟ استاد ما فصل 5 خوب نمیفهمیم. ما یعنی کی؟ تو با کی مگه نه. نشستی؟ تو حالا تا اینجای کارش الان جلو اومدیم، ما فقط تبدیل واحد طول رو گفتیم و تبدیل واحد مساحت رو گفتیم. خب تا خب. اینجایی که من الان دیدم این یه تیکه رو که تو تبدیل واحدش رو رفتی خوب رفته بودی. حالا درسته این دوتا رو یه کوچولو ایراد فنی داشتی،
ولی خب کجاشو دقیقا متوجه نمیشی؟ مثلا سوال 3 بر صفحه بعدیش. آها، حالا ببین ما اینو با هم دیگه کار میکنیم امروز. شما بعد از امروز نتیجه گیری کن، ببین که آقا چجوریه، آیا واقعا بعد از اینکه اینم امروز کار کردی متوجه میشی یا نمیشی. درست شو؟ اگر بله. آخر جلسه ازت پرسیدم که آقا فهمیدی نفهمیدی، تو گفتی نه آقای رعیت بازم متوجه نشدم، خب اون موقع باید تمرین بیشتری بدیم از کتاب کامل طلایی یا خود کتاب گاج که داری، باید بشینی تمرین بیشتر حل کنی. دوست دارم این مدتی که یعنی قبلا که داشتی خوب پیش میرفتی، الان یکم بله. احساس میکنم شلش کردی داستانو. خب قبلا از گاج حل میکردی، بعد میومدی مثلا نوین طلایی حل میکردی. الان من بکنم آره از حالا تا درسنامه 3 شل کردم. خب فصل 4 آها فصل 6 و 1 و 2 3 و 4 هم تا درسنامه 3 حل کردم. حل کردی، حالا دیگه بیا سراغ 5 دیگه. حالا هر چقدر اونا رو حل کردی دیگه خوبه. الان چون رو فصل 5یم، تو هم دیگه خودتو آروم بیار رو فصل 5. این تمریناش هم حل بکنی دیگه، فصل 5 رو ان بتونیم راحت ببندیمش تو شهریور. خب بریم سراغ این. میگه باغ حاج رمضان 3 هکتار است. ببین ما توی ریاضی هفتم قبلا گفته بودیم یه راهبردی داریم، یه روش‌های حل مسئله‌ای داریم فصل تیکه تیکه. 1. آفرین، راهبرد زیر مسئله. راهبرد زیر مسئله رو شما همون چیزی که گفتی تیکه تیکه باید بخونی بری جلو. و حالا اون موقع میخونی درسته، قبلش هم ما داشتیم، مثلا این دارم میگم اون موقع حرفه‌ای تر میخونیمش. آقا تا هر قسمتی که خوندیم حل داشت مینویسیم. گفته باغ حاج رمضان 3 هکتار است. خب از اینجا تا اینجاش یعنی ما میگیم به ما چه. درسته، از ایناست که میگیم به ما چه، چون بله. چیزی به ما نمیده. 3 هکتار اصلا 100 هکتار باشه به ما چه ربطی داره. ولی از اینجا به بعدش گفته که از هر هکتار آن 9.7 تن سیب برداشت می شود. خب از هر هکتارش انقدر تن سیب برداشت میشه. خب چی کار باید تا اینجا کار بکنیم به نظر تو؟ اینجای کار باید بکنم 9/7 تقسیم بر 3 هکتار رو کنیم. مثل این مونه که شما رفتی مغازه پرتقال فروشی. منهاش بکنیم. خب مغازه پرتقال فروشی گوش کن. بعد مامانت گفته برو 3 کیلو پرتقال بخر. تو میگی آقا ببخشید پرتقالا کیلو چنده؟ میگه هر کیلو پرتقال 97,000 تومنه. بعد تو میگی نه چه خبره 97,000؟ میگه همینی که هست، میخوای بخونم میخوای نه. بعد تو اونجا خیلی تابلوه، بگی خب هر کیلو 97,000 تومنه، من 3 کیلو میخوام. خب 3 کیلو پرتقال میخوام. خیلی تابلوه بگی آقا خب 3 کیلوش چقدر میشه؟ میگه آقا مگه آقا بس من کلاس چندمی بلد نیستی خودت حساب بکنی؟ هر کیلوشو من دارم میگم 97,000 تومن. خب تو 3 کیلو اینجا میخوای. هر هکتار گفته 9/7 تن سیب برداشته. اینجا بکنم باید 9/7 ضرب در 3 هکتار رو کنیم. ببین یه مثال ساده میزنی دستت میاد. ببین از این به بعدم یواش یواش دیگه خودش گفتیم دیگه دستمون بیاد داستان ضرب جمع منها تقسیم و تو ذهنمون باشه. وقتی آقا مثلا میگه انقدر هکتار دارم، انقدر کیلو دارم، انقدر فلان داریم، هر کدومش اینه، ما باید الان ضرب کنیم اینجا دیگه اینجا دیگه. یعنی اصلا غیر از ضرب کردن هم دیگه چیز دیگه ای اصلا تو ذهن آدم نمیاد خودش. اینجا, اینجا گفته 3 هکتار است، یعنی باید 30,000 ضرب در 9/7. نه نه نه
همون که 3 فعلا دیگه. درسته؟ الان نمیخوام تبدیل واحد الان نمیخوام داشته باشم. الان گفته 3 هکتار، هر هکتار انقدر. چون هیچ تبدیل واحدی نداره. اگه گفته بود 3 هکتار است، از هر متر مربعش موقع باید تبدیل کنی. یا گفته 3 هکتار است، از هر مثلا چه می‌دونم سانتی متر مربعش. خب این تبدیل نداره. پس 3 و ضرب در 9 هفتم میکنیم. 3 هفتم میشه 21 2 3 9 تا 27 28 29 یه ممیزم که داریم. درسته؟ بله. جلوش باید واحدش هم بنویسیم. خب آقا گفته 3 هکتاره، از هر یک هکتار اینقدر تن سیب برداشت شد. پس واحدش میشه تن. حالا سیبش هم حتی اصلا نمیخوام بنویسم. درست شد؟ بله. حالا ادامش. قیمت هر کیلو سیب. ببین هر کیلو سیب 9.7 هکتاره. 9.7 نه دیگه دهمه. نه دیگه ببین تو تا اینجای کار اون عددی که داری اینه. خب الان با استفاده از این بعد پیش بیای دیگه. خب بعد ما یه نکته حالا اینجا چون حالا پاش پیش اومده حالا اینجا اینو میگیم. ما برای واحد جرم یا وزن بزرگترین واحد تونه. بعد میشه کیلوگرم. گرم. بعد میشه گرم. گرم. بعد میشه مثلا میلی گرم. گرم. آقا تن میخواد بشه کیلوگرم باید ضرب داره. اینا رو سال پیش هم داشتیم. ضرب داره 1000. کیلوگرم میخواد بشه گرم باید ضرب در 100. اینم 1000. گرم هم میخواد بشه میلی گرم باید ضرب داره 1000. از کوچیک هم میخواد بره رو بزرگ باید تقسیم بر 1000. بعد از میلی گرم هیچ ولش هیچ هیچ چیزی نیست. هیچ ولش ذهن خودتو درگیرش نکن. هیچی که داریم ولی واحد مهم نیستش واسه ما. تو همین 4 تا رو بلد باشی کلامونو تا طبقه سوم میندازیم بالا. پس آقا ما این تن و کیلوگرم و گرم و میلی گرم رو باید بلد باشیم. الان اینجا تن گفته میخواد بشه کیلوگرم. ببین نگاه کن. پس من اینجا چیکار میکنم؟ من اصلا ادامه ماجرا رو نمیخونم. گفتم آقا قیمت هر کیلو. ببین تا اینجا تن داشتی ولی اینجا شده کیلو. پس سریع میام تبدیل میکنم. میام تن رو تبدیل میکنم به کیلو. یعنی باید بیام ضرب در 1000. میشه چند؟ ممیزش برمیداره یه صفرش میره میشه 29100 واحدش هم باید جلوش بنویسیم که کیلوگرم. کیلوگرم. حالا از اینجا این مسئله به بعد و اینجوری میریم. حالا قیمت هر کیلو سیب 2200 تومانه. ما چند کیلو داریم؟ ما 29100 کیلو. چیکار باید بکنیم؟ تقسیم بر مثل این مونه که رفتی 2000. مغازه پرتقال سیب فروشی میوه فروشی دیگه. حالا میوه فروشی سیب میخوای بخری دیگه. یا قیمت هر کیلو سیب چقدره؟ میگه 2200 تومان. درسته؟ بله. هر کیلوش 2200. تو میگی 2 کیلو به من سیب بده. خب خیلی تابلوه بگی آقا 2 کیلو چقدر میشه؟ ها؟ بله. این مثال آشنا نیست واسه همین الان نزدیم این مثالو؟ زدیم خب پس باید چرا حالا باز دو مرتبه با کلمه ضرب کنیم. پس چرا من باز دو مرتبه کلمه تقسیم رو شنیدم این وسط؟ قیمت هر کیلو رو به من گفته اینقدر. حالا شما 2 کیلو نمیخوای بخری. 29000 کیلو میخوای بخری. باش. چه 1 کیلو میخوای بخری؟ چه 100,000 کیلو میخوای بخری؟ میگه قیمت هر کیلوش طرف داره میگه آقا 2200 تومنه.
پس ما میایم این 29100 کیلوگرم رو ضرب در 2200 تومن میکنیم. 2 صفر با 2 صفر میرن. نه میره که تو تقسیم میره خوشگله بابا. مگه تقسیمه؟ صفراشو در ساده نظر نمیشن. بگی، صفراشو در نظر نمیگیرم. ساده و تو تقسیم ساده میشن. صفراشو در نظر نمیگیریم، بعدا یادمون هست که میذاریم. 291 ضرب در 20 میشه 2 1 2 تا 2 9 تا 18 2 2 تا 4 میشه 5. این هم میشه 2 1 2 2 9 تا 18 2 تا 4 با یکی 5. یک رفت بالا 8 و 6 14 با یکم میشه 6. پس میشه 6402. اینم که 4 تا 0 داریم اینجا. درسته؟ بله. از من اینو مطمئن بشم. خب واحدش کیلوگرمه. واحدش تومانه دیگه. تومان. 3 تا اینجا جدا میکنم. 1 و 2 3 تا اینجا 64 میلیون واسش فعلا سود داشته. درسته؟ که حاج رمضان خود کل محصول حاج رمضان چند تومان است؟ اینجا باز 2 مرتبه داریم میبینیم که تومان آورده که ما اینجا نوشتیم تومان. خب بریم مثال بعدی. با همین روشی که گفتم الان مثال بعدی هم شما با بخون با هم دیگه میخوایم حلش بکنیم. تا هر جایی که حل داره جملت رو تموم کن، بگو چی کار باید بکنیم. بفهم. در یک گلخانه به مساحت 600 متر مربع از هر متر مربع 410 عدد خیار برداشته شده. باید اینجا ازش کم شده. مسئله متوجه نشدم دیگه. این 2000 در مورد این چرا نمیفته الان؟ ببین چجوری من بهت بگم اینو متوجه شی که دیگه نگی منها، نگی تقسیم، نگی جمع. چجوری بهت توضیح بدم؟ بذار با شکل بهت توضیح بدم. این زمین کشاورزی درسته؟ بله. خب گذار در یک گلخانه به مساحت 600 متر مربع از هر متر مربعش 410 تا دونه خیار برداشت میشه. درست شد؟ بله. از هر 1 متر مربعش. مثالی که اینجا ما داریم بگیم آقا شما فکر کن همچین چیزی رو داری. خب اینو فکر کن هر کدوم 1 متر مربع. از هر متر مربع این من چه میدونم، حالا الان این مثال رو الان نمیخوام عین اینو بزنم، شبیه‌شو میخوام بزنم. از هر کدوم از این متر مربع اینا من 10 تا عدد خیار اینجا کاشتم. اینا وقتی رسید برداشت میکنم. خب مطمئنا همه این واحد با هم مساویه. درست شد؟ یعنی بله. اگر
این 10 تاست، اینم 10 عدد خیاره، اینم 10 عدد خیاره. 10 تاست، 10 تاست، 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10. خب چند تا از این مربع ها دارم؟ 1 2 3 4 چند تا شد؟ 18. 1 و 2 و 3 و 4 و 5. اینم 1 و 2 و 3 3 5 تا 15. من 9 تا خوندم. 15 تا از این مربع ها دارم. خب چیکار باید بکنم؟ میخوام کلش رو به دست بیارم. 15 رو باید ضرب در 10 بکنم. میشه 150 تا. درسته؟ بله. یا بیام این کارو بکنم یا بیام اینا رو همه رو با هم جمع بکنم. 10 به اضافه 10 به اضافه 10 به اضافه 10 به اضافه. خب خدا وکیلی خیلی طولانیه دیگه. بعد میگم چند تا 15 تا داریم؟ پس از ضرب اینجا استفاده میکنم. پس ببین شما یه تیکه رو داری، یه دونش رو داری، چند تاست؟ چنده؟ میای واسه اینکه همش رو به دست بیاری ضرب میکنی. بازم مثال اون میوه فروشه. دیگه 2 دفعه زدم دیگه، نمیزنم الان دیگه مثال میوه فروشه رو دیگه. اینجا هم شما داریم میگه آقا یه گلخونه داریم، مساحت 600 متر مربع. درست. از هر متر مربعش ما 410 عدد خیار داریم برداشت میکنیم. 410 ضرب در 600 صفراش در نظر میگیریم. 6 یکی 6 تا 6 4 تا میشه 24 تا. 3 صفرم جلوش میشه 246,000 متر مربع. 246,000. ببین واحدش رو دقت کن. سواله رو یه دفعه دیگه تو اونجا بخون بعد بگو واحدش چی میشه. در یک گلخانه به مساحت 600 متر مربع از هر متر مربع 410 عدد خیار برداشته می شود. خب به چه نتیجه رسیدی؟ مساحت در یک گلخانه به مساحت این از هر متر مربع. همیشه سعی کن آخر جمله ها ببینی به چی ختم میشه. آخر جمله ها، نه اینکه که برداشت میشه. گفته از هر متر مربع اینقدر عدد خیار برداشت می شود. درسته؟ شما الان کل چیا رو پیدا کردی؟ کیلوگرم. پس ما فهمیدیم 246,000 عدد خیار توی این گلخونه وجود داره. ادامهشو بخون. برداشته می شود. اگر وزن هر 20 عدد خیار تقریبا 1 کیلوگرم و استوب. گرشو هر جا حل داره حل کنید دیگه. وزن هر 20 عدد خیار 1 کیلوگرم تقریبا میشه. هر 20 عددش 1 کیلوه. درست شد؟ بله. 20 خیارا رو که با هم ببین 20 20 20 20 20 20 جدا کنی، خب هر 20 تاش 1 کیلو. خب اوکی. پس به نظر تو ما چند کیلو محصول داریم؟ کیلو باید اینه به یه عدد 246,000 ضرب در 1000 کنیم. چی بهت میده مثلا ضرب در 1000 کنی؟ کیلوگرم باید واحد به کیلوگرم تبدیل کنیم. مگه اون تونه مثلا الان که تو میخوای به کیلوگرم تبدیلش کنی؟ این دونه است، این عدد خیاره. این عدد خیار رو که تو نمیتونی الان
الان صورت تبدیل واحد نیست. درست شد؟ الان من میخوام بله. ببینم این تو چند کیلو در واقع خیار وجود داره خوابیده. تقسیم بر 1000. خب این 20 اینجا چی میگه این وسط؟ این توضیح داده، گفته هر 20 عدد خیار تقریبا 1 کیلوگرمه. یا میتونیم 20 ضرب در 1000 کنیم. مثل این میمونه که شما 10 تا شکلات داری. درست شد؟ بله. میگه وزن هر دوتای اینا، چه میدونم چه مثالی بزنیم، 10 تا سیب داری، سیبای خیلی گنده است. بعد 10 تا سیب داری، در واقع وزن هر جفت اینا، یعنی هر دوتای اینا 1 کیلوه. درست شد؟ بله. شما 10 تا از اینا داری، وزن هر دوتاشون 1 کیلوه. میگه شما چند کیلو سیب داری. درست شد؟ تو میگه آقا بله. خب این 1 کیلوه، خب این دوتا 1 کیلوه، خب این دوتا 1 کیلوه. بذار این یکی دیگه هم بگیم، شما رو بگیم چرا اینجوری شد؟ 2 4 6 8، آره الان 10 تا شد. 2 4 6 8، باز اینم 1 کیلوه، باز اینم 1 کیلوه. کلا چند کیلو شد؟ 1 کیلو. کلا چند کیلو شد؟ 4 5 5 کیلو. آقا شما پس 10 تا، شما 10 تا سیب داشتی، اومدی اینو چیکارش کردی؟ اومدی اینو دوتا دوتا تقسیم جدا کردی، یعنی در واقع دسته دو. های دوتایی کردی. تقسیم بر 2 کردی، دسته های دوتاییش کردی. شد چقدر؟ شد 5. 5 کیلو. درسته؟ بله. این داره میگه آقا اینقدر دونه خیار داری. الان من بکشم 246,000 تا عدد خیار بکشم اینجا. نه، آه. میایم یه عدد رو تقسیم بر 20 بکنیم. اینو میگه شما حالا بیا 20 تا 20 تا 20 تا 20 تا، یعنی دسته های 20 تایی جدا کن. خب بعد میخوایم ببینیم چند، هر 20 تاش 1 کیلو دیگه. درسته؟ هر 20 تاش 1 کیلو. 1. میخوام ببینم چند تا از این 20 تا دارم من. 100 تا دارم، 1000 تا دارم، ببینیم چقدره. اون میشه واحدمون و میشود در واقع وزنش. درست شد؟ پس ما میایم اینو تقسیم میکنیم. پس من اینو پاکش کنم، چیزی که اینجا نوشتیم و پس ببین، اگر دقت کرده باشی تو توضیح دادن اینا من چجوری داشتم اینا رو به تو توضیح میدادم که متوجه بشی. مثال ساده زدم واسط. درسته؟ تو خودت هم بله. میتونی همین کارو بکنی. تو خودت هم میتونی همین کارو بکنی. یا اینجا خوب یاد بگیری، شبیه اینو دیدی بتونی حل کنی، یا وقتی داری حل میکنی زود تصمیم نگیری که چیکار باید بکنی. آقا تو یه مسئله اصلا شاید تو 10 دقیقه فکر کردی، اصلا هیچ ایرادی نداره. شاید تو به من بگی آقا رعیت من روی این 10 دقیقه فکر کردم بازم نتونستم حل کنم. خب یا تا اینجاش حل کردم، ولی مطمئنا بچه صادقم هستی، همیشه راستشو گفتی تا الان. وقتی تو به من میگی آقا من 10 دقیقه فکر کردم بازم سفیده هیچی ننوشتم، خیلی بهتر از اینه که کلا در موردش هیچی ننویسی. ولی من میگم فکر کن، ولی من میگم دیگه سفید نذار. چرا؟ اگرم بلد نبودی از من بپرس. چجوری؟ این همه وسیله اومده، این همه در واقع این مثلا 10 سال 20 سال پیش نیستش که آدم دستش به هیچ بند نباشه. این همه کانال، این همه اپلیکیشن. آقا منم تو الحمدلله تو همش هستم دیگه. یه پیام بده، یه وایسی بده، متن بنویس، آقا اینجا مشکل دارم توضیح بده. پس من میام اینو تقسیم بر 20 میکنم. خب این که میخوای تقسیم بر 20 کنی، خب این صفر این با صفر این الان میره. چرا؟ چون داره تقسیم میشه.
خب الان در واقع اینو من باید تقسیم بر 2 بکنم دیگه ها. 1 2 تا 2 0 4 2 2 تا 4 6 3 2 تا 6. این 2 تا 0 رو باید چیکار کنم؟ این 2 تا 0 میذاریم جلوی باقی مانده. یعنی این 0 هست 2 تا دیگه بذاریم که بازم بشه 0. نه نمیدونم. جلو خارج قسمت میذاریم. پس هر چقدر عدد 0 مون، حالا عدد بود که باید میآوردیم پایین. عدد باید میآوردیم پایین که تقسیم کنیم. ولی 0 چون دیگه بیاری پایین که اینجا ارزش رو از دست میده دیگه، درسته؟ پس این دوتا بله. رو میاریم جلوی این مینویسیم. پس اینو دقت کن. پس آقا این میشود اینجوری بنویسیم 246 1000 تقسیم بر 20 میشه 123 در واقع 12300. آقا 12300 واحدش میشه چی؟ 12300 واحدش میشه کیلوگرم. بله. حالا ادامهش بخون. و قیمت و قیمت آن 900 تومان باشد. قیمت آن یعنی قیمت آن 900 تومان باشد یعنی قیمت کی؟ او عدد قیمت قیمت کی؟ 12300 ازش خط کشیدم دیگه. قیمت کیلوگرم. کی؟ 1 کیلوش 1 کیلوش 900 تومنه. 12300 کیلوش چقدر میشود؟ اینجا باید بیایم دوباره ضرب کنیم. ضرب 900 ضرب در 12300 کنیم. 9 تا 27 2 2 9 تا 18 20 9 1 9 10 11 11,070,000 واحدش تومان. ادامهش تومان باشد. محصول 3 روزه این گلخانه چند تومان ارزش دارد؟ ضرب در 3 باید کنیم. ضرب در 3 میکنیم چون این محصول 1 روزشه دیگه، درسته؟ بله. پس این هم ضرب در 3 میکنیم. 3 0 تا 0 3 0 تا 0 3 0 تا 0 3 0 تا 0 3 هفتا این الان من چی نمیشم 11 این جدا کننده است خیلی سرم. خب 3 4 تا گرفتیم 3 هفته 21 2 رفت بالا 3 3 3 میشه 21 بعد 3 کیسه تا میشه 33,210,000 تومان ارزش داره. اینم پس جواب آخر. حله؟ بله. یاد گرفتی؟ سوالی داری از این 2 تا مسئله که حل کردیم؟ نه استاد. در یک نقشه اگه شما دقت کرده باشی حالا کمتر نقشه کاغذی دیگه ما میبینیم، خب ولی قدیما که مثلا ویز نبود، نشان نبود، بلد نبود، حالا این چیزایی که اومده مردم مثلا میخواستن رانندگی کنن یه جای به یه جای دیگه برسن، یا مثلا در واقع من یادمه مثلا نقشه تهران رو مثلا ما میگرفتیم کاغذی شو، حالا ما تو تهران بودیم مثلا نقشه با تهران هم بزرگ ماشاءالله دیگه، مثلا میخواستیم از خونمون بریم مثلا یه خیابونی که نمیدونستیم هی نگاه میکنیم ببینیم آقا خیابونه کجاست، بعدش بگو مثلا ما چجوری باید این مسیر رو بریم، درست شد؟
حالا الان که دیگه سر ما گوشی میزنی و بهت میگه آقا چپ برو، راست برو، بالا برو، پایین برو. قدیما تو نقشه‌های کاغذی مقیاس میزد. مقیاس، البته خب اینا هم مقیاس داره، ولی خب آدم با چشم نمیبینه مقیاس نوشته باشه. مقیاس یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا یه نقشه کاغذی داری، مثلا نقشه شهر شما. کدوم شهر بودی شما؟ کرمانشاه. کرمانشاه. آقا اینجا نقشه کرمانشاه، اینجا خونه شماست، اینجا مثلا پارکی که میخوای بری، درسته؟ این خونه شماست، اینم پارک. میگه آقا مقیاس نقشه 1/1000. آقا یعنی چی؟ یعنی فاصله 1000 متره. یعنی هر 1 سانتی که شما رو نقشه داری میبینی، هر 1 سانتی که شما داری تو نقشه میبینی، درست شد؟ بله. 1000 سانتیمتریه که در واقع شما توی بیرون، توی واقعیت مشاهده میکنی. پس هر سانتی که شما رو نقشه میبینی 1000 سانتیه که داری توی واقعیت میبینی. پس میشه اگر 1 کیلومتر. پس بخوایم گوش بگیم. کن تمام نشد. پس اگر شما تو نقشه کاغذی خطکش بذاری فاصله خونه تا پارک رو ببینی، در واقع تو نقشه 10 سانتی متره. فاصله خونه تا نقشه در واقع خونه تا پارک 10 سانتی متره. خب میگیم آقا این 10 سانتی متری که توی نقشه وجود داره، میخوام ببینم توی واقعیت چقدره. درسته؟ پس من بله. میام چیکار میکنم؟ این 10 10 ضرب سانتی در متر رو 1000. این 10 سانتی متر رو داریم در واقع انگار نسبت تناسب میبندیم. این 10 سانتی متر رو جلوی نقشه مینویسم. درست شد؟ من میگم آقا این یکه ضرب در چند شده در واقع 10 میگیم ضرب در 10. پس من میام اینم ضرب در 10ش 10. میکنم. خب یه 4 تا صفر باید بیاد جلوش. خب این میشه جواب ما، میشه واحدم سانتی متر. ولی خب میتونم تبدیلش کنم. آقا انقدر سانتی متر، مثلا میخوام ببینم چند متره. بله. یا مثلا میخوام ببینم چند کیلومتره. خب مثلا فکر کن از من کیلومتر خواسته. من میگم آقا کیلومتر، متر، درسته، دسیمتر. نه. آره کیلومتر، هکتار، بعد متر، نه بعد خوشگله، واحد آها. طوله، واحد مساحت نیستش که. طول کیلومتر، متر، دسیمتر، سانتیمتر، میلیمتر. خب آقا کیلومتره میخواد بشه الان، سانتی متر میخواد بشه مثلا کیلومتر، درسته؟ بله. یه دونه تقسیم بر 10 اینجا داریم، یه دونه یه تقسیم تقسیم بر بر 10 10 اینجا اینجا، داریم. یه تقسیم بر 1000 هم اینجا. خب 3 تا صفر، یه صفر، 4 تا صفر، 5 تا صفر. پس باید این تقسیم بر یه یک بشه با 5 تا 5 تا صفر صفر. میشه 100,000. خب تقسیمش کنی، این 1 2 3 4 تا صفر، این با 4 تا صفر این میره، در واقع میشه 1 تقسیم بر 10 دیگه، میشه 1/10 کیلومتر. درست الان شد؟ کدوم رو تقسیم بر 100,000 کردیم؟ 1000 تقسیم بر 100,000 اینو کردیم. دورش دایره کشیدم دیگه، 10,000 رو. آها. حالا فکر کن گفته آقا این 10,000 رو 10,000 سانتی متر رو میخوام به متر تبدیل کنم. اگه به میخوام به متر متر تبدیل کنیم چیکار بکنی؟ باید ضرب در تقسیم بر 100 کنیم. این دو تا صفر این با دو تا صفر این میره، میشود 100 متر. پس فاصله خونه شما تا پارک 100 متره تو واقعیت. تقریبا یا واقعیه؟ نه دیگه، دقیقاً توی عالم واقعیت
فاصله خونه شما تا پارک 100 متر. آخه پارک روبرو خانم هم 2-3 گوشه ورتره. نه من نمیدونم پارک خونه شما کجاست که، من همینجوری یه مثال زدم. تو فکر کردی من میدونم خونه شما کجاست، پارک کجا؟ خب حالا میتونید اینجوری اندازه بگیری. آقا مثلا بگی توی خدمت شما یه 10 متر نقشه وزن. بگیری. آقا یه نقشه اتفاقا به نظر این کارو بکن. اگه بیرون جای دیدی رفتی دیدی، خب این لوازم تحریر فروشی ها معمولا مثلا نقشه هم دارن. آقا یه نقشه شهرتون رو بگی، چه ایرادی داره؟ ها، نقشه شهر خودتون رو بگیر. یا حالا مثلا حتی میتونی تو اینترنت هم میتونی دانلود بکنی. حالا هرچی پس فاصله کشورها اینجوری به دست میاد. فاصله کشورها اینجوری به دست میاد. مثلا فاصله کشورها رو تو نقشه زده. فاصله کشورها رو تو نقشه زده، یه مقیاس ارائه داده. شما باز میتونیم فاصله کشورها رو هم اینجوری به دست بیاریم. حالا بریم ببینیم مسئله چی میگه. میگه در یک نقشه فاصله 2 مسجد 0.7 سانتی متره روی نقشه. درست شد؟ بله. اگر مقیاس نقشه 1/100,000 باشد، آقا 1/100,000 یعنی چی؟ یعنی میتونی معنیش کنی 1/100,000 یعنی چی؟ یعنی 1/100 یعنی هر 1 سانت روی نقشه، ادامش بده، 100 متره. 100,000 سانت توی واقعیت. درست شد؟ بله. آقا مقیاس نقشه رو اینجا داریم، همین رو می‌نویسیم. درست شد؟ بله. مساوی با پشت 1 می‌نویسم نقشه، پشت این می‌نویسم توی عالم واقعی. درسته؟ بله. این 0.7 کجا باید بنویسم؟ این 0.7 باید روبروی نقشه. توی نه، نقشه روبروی گفته یا توی واقعیت گفته؟ واقعیت. سوالو بخون پس. سوال در روی یک نقشه گفته. پس من اینجوری می‌نویسم 0.7. اینو میخوام. کافیه چیکار بکنم؟ میبینیم ضرب داره 7 شده 1 شده 1 ضرب داره 7 شده. بعد الان این 100,000 ضرب داره 7 بشه جواب به دست میاد. پس یه صفرش میپره دیگه. 1 و 2 و 3 بله. و 4. خب آقا فقط حواست باش. اینجا شما بر حسب چی به دست آورده بودی؟ اینو چی بود واحدش؟ چی بود؟ نقشه واحدش چی؟ واحد. سانتی متر. پس این میشه سانتی متر. واحد اگر سانتی متر بود، الان چی از شما خواسته؟ متر. چیکار باید بکنی؟ ضرب داره 100 کنم. تقسیم بر 100 سانتی بشه. متر رو میخوام به متر تبدیل کنم، باید تقسیم بر 100 بکنم. خب آقا تقسیم بر 100 بخوام بکنم چجوری انجام میشه؟ 2 صفرش میره میشه 700. چه پسری. واحدش هم اینجا میشود متر. پس من فهمیدم آقا تو نقشه 0.7 سانتی متر میشه توی بیرون 700 متر. متوجه شدی چی شد؟ بله. پس من اینو دارم. ولی شاید باورت نشه این سوال، مثلا این سوالو شما کجا داری باز دو مرتبه سر کله‌شو میبینی؟ شما اینو داری، ششم که داری، هفتم داری، هشتم داری، حتی نهم هم همین سواله. همین من اینو واسه بچه نهم هم حل میکنم. درست شد؟ توی سری امتحانا میادش، فصل 3 شون دارن اینو. ببین چقدر ریاضی میتونه
پشت هم باشه، وابسته باشه که شما اونجا هم حتی اینا رو داری. پس ببین اگه تو اینو انقدر خوب یاد میگیری اینجا، دوزارید بیفته در مورد اینا، ببین سالهای بعدی چقدر میتونی راحت باشی. درست شد؟ اینو پس حواست باش. بریم بعدی. ما این همه سر یه دونه بودیم، دقت کردی؟ یکم بله. سریعتر پیش بریم. گفته قطر کره زمین. خب وقتی قطر میگه واحد طوله، قطر دیگه یا متره یا کیلومتره، کلمه مربع نداریم. مگه شما مساحت میبینی اینجا که اینو گذاشتی؟ پس میشه کیلومتر. مساحت کلاس میشه متر مربع. ارتفاع، مثلا به شما میگن آقا ارتفاع صندلی تو به دست بیار، یه متر میذاری، درست شد، از لبه صندلی تا زمین رو میگیری. بعد مثلا اگه بگیری یکی ازت بپرسه، مثلا تو میگی مثلا میشه چه میدونم 30 سانتی متر مربع، کلمه مربع میاری واسش، نه. یا میگی 1 متر مربع. ارتفاع وقتی میاد، حالا چه ارتفاع میزه، چه ارتفاع صندلیه، چه ارتفاع یه ساختمونه، چه ارتفاع قله دماونده، واحدش میشه چی؟ سانتی متر. واحد ارتفاع قله دماوند سانتی متره، کیلومتر. میشود کیلومتر. احساس میکنم یکم خوابت میاد ها. صبح نباید نه. بندازیم کلاسو خیلی زود؟ چجوریه نه. داستان؟ دیروز خانه نبودیم، دیر خوابیدم قشنگ برای مشخص دیر خوابیدی، یعنی جوابات اصلا یکم چیزه، خیلی پرته، بعضی موقع جواب خیلی پرت میدی، هیچ موقعی اینجوری نبودی، یعنی قشنگ معلومه کم خوابیدی. حالا ایشالا دیگه تکرار نشه این موضوع، یعنی حالا حداقل اینه که اگرم جایی یه دفعه پیش اومد و اضطراری رفتین مثلا شب قبلش، نمیدونم، یعنی خوابتو میزون کنی دیگه، خوابتو میزون کن. نه، من عجب ساعت 9 یا 10 میخوابم. آره، یا مثلا به مامانت بگو، به بابات بگو، بگو من وقتی دیر میخوابم تایم خوابم کم میشه، آقای رعیت بهم گفته، واقعا خودم هم متوجه شدم سر کلاس اصلا حواسم میزون نیست، یه کاری بکنیم من بتونم خوابمو کافی داشته باشم. ببین همینو داشته باش توی کلاس هم همینه ها. شما مثلا مدرسه هم میری همینه. بکن زنگ اول یه درسی داری که نیاز به تمرکز داره، مثل ریاضی. خیلی از بچه‌ها اینجوریان دیگه. مدرسه باشه نه هیچ جا میریم نه کسی میاد خونم. آه، اوکی. مدرسه مادرم نمیذاره. خب بسیار عالی. آقا مساحت زمین کشاورزی هکتار، درسته؟ قطر دانه عدس، قطر یعنی چی؟ قطر یعنی آقا از اینجا میاد تا اینجا، واحد طول دیگه اینجا، درسته؟ خیلی فرق میکنه با مساحت، یعنی داخل این. میدونی میخوام دوزارید بیفته در مورد این که آقا از این کلمه مربع کجا باید استفاده کنی. از این کلمه مربع فقط برای مساحت استفاده میکنی، درست شد؟ بله. پس این هم میشه میلیمتر. طول پاک کن 2 مرتبه باز. 3 سانتی متر. بریم قسمت بعدی. گفته 7 و 8 کیلومتر مربع چند متر مربع است. خب آقا ما میدونیم کیلومتر رو میخوای به متر تبدیل کنی، باید ضرب در 1000 کنی. کلمه این مربعی که میبینیم باید 1000 هم 2 مرتبه ضرب در خودش کنی، یعنی 1 میلیون، یعنی 6 اصلا تا صفر. میلیارد رد کرد. چی؟ میلیارد رد کرد. میلیارد رو رد کرد؟ بله. خب حالا دارم میگم یعنی باید ضرب در 1 میلیونش بکنی، یعنی با 6 تا صفر. درست شد؟ شما درست میگم دیگه، الان کیلومتر رو مگه نمیخوای به متر تبدیل کنی؟ هر کیلومتر کیلومتر. چند متره؟ 1 میلیون. هر کیلومتر چند متره؟ هر کیلومتر 100. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اصلا کلمه کیلو اون موقع بهت گفتم یه کلمه فرانسویه به معنی 1000.
1000. معنی 1000. وقتی میگیم 1 کیلومتر چند متر میگیم 1000 متر دیگه. حالا کلمه مربع بهش چسبیده باشه، شما میای این 1000 رو ضرب در 1000 میکنی، ضرب در خودش، پس 3 تا صفر دیگه جلوش میاد. در واقع میشه 6 تا صفر. پس من اینو باید ضرب در یه عددی بکنم 1 با 6 تا صفر جلوش. باید ضرب داره 1 میلیون. 1 میلیون. من اینجوری رفتم هر هکتار 10,000. 1 میلیون ضرب در 10,000 کردم و کردم توی کیلومتر مربع 1 میلیون هکتاره هر دانش. 1 میلیون متر مربع، نه هر کیلومتر مربع که گفتیم 100 هکتاره. درسته؟ آره قاطی کردم. خب ببین این فصل فقط خوراک قاطی کردنه. خب انقدر اینا رو کاغذ بنویسی واسه خودت، این واحدا رو بنویسی، بتونی سریع بگی. درست شد؟ بله. آقا پس من خب یه ممیز با یه دونه از صفر این میره، پس میشه 78 و 5 تا صفر جلوش. بریم بعدی. 876 سانتی متر. خب باید تقسیم بر 100 بشه دیگه ها، هر متر 100 سانتی بله. متر دیگه. تقسیم بر 100 میشه. خب اگه تقسیم بر 100 بکنی که چرا پس انقدر ممیز اومدی عقب؟ کدوم؟ شما این اندازه 2 تا صفر باید بیای عقب دیگه، میشه 8 ممیز 76. باید سانتی متر مربع میخوانمش. مربع میبینی اینجا؟ نه فکر کردم که ما با مربع کار داریم، با همینجوری سانتی متر خالی کار نداریم. عجیبه. بعدی گفته 900 کیلومتر چند دسیمتر. آقا واسه اینکه اولش یادت بیاد اینا رو نداره، تو چک نویس واسه خودت بنویس. آقا کیلومتر، بعدش میشه متر، بعدش میشه دسیمتر. اینو میدونستم وقت نکردم. اینو باید ضرب در 1000ش بکنم، اینم باید ضرب در 1000. 10ش بکنم. پس 1000 یه 3 تا صفر اینجا با یه 3 میشه 4 تا صفر. پس این باید ضرب در 1 با 4 تا صفر بشه. خب 2 تا صفر این با 2 تا اعشار بره 9 میمونه، 2 تا صفر هم میاد جلوش، یعنی میشه 900 دسیمتر. خب بعدی حالا کلمه مکعب رو نخوندیم، حالا بعدی رو حذفش میکنیم، حالا این درس امروزمونه. بعدی الان اینو دیگه میتونی بگی خودش دیگه. 8 هکتار بله. چند کیلومتر مربعه؟ 8 هکتار ضرب در کیلومتر مربع 8 هکتار یعنی ضرب در 8 ضرب در 100 باید 8 تقسیم بر یعنی 1000 باید کنیم. خب آقا هر کیلومتر مربع خواست به هکتار تبدیل شه باید ضرب در 100 میشد. الان هکتار میخواد بشه کیلومتر مربع، پس باید تقسیم بر 100 بشه. پس 8 رو تقسیم بر 100 میکنیم میشه 8 100. این دسیمتر چند میلیمتره؟ چیکار بکنیم؟ یعنی 100 ضرب در 10 ضرب در 10 میشه 100 میلیمتر خواسته. باید 1000 تقسیم بر 1000 ضرب در یه عدد بکنیم. هر دسیمتر 10 سانتی متر. هر سانتی متر 10 میلیمتر. اینا رو تو ذهنت نمیاری؟ 10 ضرب در 10 میشه 100. 1000 از کجا اومد پس؟ ما خب 3 تا 10,000 گفتم 10 ضرب در 10 میشه 100. 100 هم ضرب در 10 میشه 1000. پس میشه 300 ممیز 7. بریم بعدی. گفته برای هر یک از اندازه زیر مثال واقعی بزنید.
من فکر کنم اینا رو حل بکنیم جلسه ما اصلا تموم میشه، انقدر که روی اینا بودیم. برای هر یک از اندازه‌گیری مثال واقعی بزنید. آقا به نظر شما مثلا 10 تا 15 سانتی متر توی محیط اطراف تو، توی واقعیت یه چیز 10 سانتی متری 15 سانتی متری چی میتونه باشه؟ آقا دیگه هر چیزی میشه گفت دیگه ها. کنترل. آها، آقا به قول تو کنترل تلویزیون. بیا چند تا باید یه بنویسیم؟ دونه. یه دونه. بعدی گفته 60 درجه 60 درجه 60 واحد درجه زاویه ما. است دیگه، واحد زاویه است. آره. ها خب زاویه میگیم یاد چی میفتیم؟ یاد مثلا مربع و مثلث و فلان و این حرفا ها. مثلا گوشه شانه. چی؟ گوشه یه خم شده شانه. یه آها شانه آره اصلا میشه خمه. میشه این هم چیزی میشه. حالا مثلا من این مثال میزنم واسش، میگم 60 درجه اندازه هر زاویه مثلث متساوی الاضلاع. قشنگ نبود؟ بود. هر زاویه مثلث متساوی الاضلاع 3 تا 5 هکتار. زمین تموم کشاورزی. شد. 1 تا 2 متر مربع. خانه. خونه نه، خونه که 1 متری نمیشه. چیه خونه؟ یکم ریزتر شد میشه. پارکینگ. پارکینگ. اتاق. 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 آها. 45 حدود 45 دقیقه. این نمیدونم. مثلا چه میدونم میگه آقا مسافت خونه ما تا کجا، مثلا خونه‌تون تو کجا، مثلا 45 دقیقه طول میکشه. پیاده رفتی تا حالا 45 دقیقه. یه پیاده آرام. یه جایی مثلا یکم دور باشه از خونه‌تون، خیلی دور باشه از خونه‌تون 45 دقیقه. خب خیلی. همین روستا. وقت گرفته باشی مثلا بری آقا 45 دقیقه طول بکشه بری ها. بله. مثلا یه مسافتی تا یه مسافتی آقا به تایمش مثلا. روستا. آها حالا مثلا یکی فاصله روستا، یکی میگه آقا مثلا روستا. نیمه اول فوتبال، درسته؟ راست میگی. نیمه اول هر نیمه فوتبال حدوداً 45. 45 دقیقه است، یا با وقت اضافهش رو اینو در نظر بگیریم حدوداً 45 دقیقه است. بعدی 300 تا 400 گرم. گرم خواسته. نوک مداد. یا اول فصل 300 گرم. 300 گرم رو تو ذهنت داشته باش. 300 گرم تقریبا 1/3 کیلوگرمه. مثلا میری 5 6 تا پرتقال میخری 1 کیلو میشه دیگه ها. بله. خب حالا مثلا یه 1/3 اندازه مثلا 2 تا پرتقال میشه. درست شد؟ پس 2 تا پرتقال کجا؟ اون که تو داری میگی مثلا در حد 1 گرمه نهایتش. آها. پس 300 تا 400 یه گرم. دانه یه دونه چی؟ پاکن. یه پاک کن. نه 3-4 تا پاکن. 3 4 تا چند عدد پاک کن ها. بله. باش چند عدد پاک کن. بریم بعدی بخون. در شهر کرمان باغی به مساحت 2 کیلومتر مربع دا- اه، داری داری نوشته. دارای. دارای درخت پسته است. اینجا حل نداره فعلا. باریکه. این واقعا خوشبال اون طرف. درسته؟ بله. بله ادامهش. اگر از هر هکتار آن چهار و استوب نه دهم. استوب استوب استوب. هر هکتارش یعنی باید هکتار خواسته 10,000 ضرب در 9 من گفتم کجا چهاردهم. گفتم استوب؟ گفتی اگر از هر هکتار، گفتم استوب یعنی بعدیشو نخون، اصلا به این نرسیدی تو. درست شد؟ شما گفتی 2 کیلومتر بله. مربع در اگر از هر هکتار
تا همینجاش حل داره. آقا از کجا میفهمی حل داره؟ از کجا میفهمی؟ علم غیب داری؟ نه به خدا علم غیب ندارم. اینجا آخه گفته 2 کیلومتر مربع باید با کیلومتر مربع ادامه میداد، ولی یه دفعه اینجا گفته هکتار. یعنی باید 2 ضرب در 10,000 کنیم؟ نه بازم فکر کن. کیلومتر مربع میخواد بشه هکتار. کیلومتر مربع باید تقسیم بر نه تقسیم نباید بشه دیگه. بیام ضرب با در کله بیام بزنم تو دیوار یا نزنم، چیکار کنم خدا وکیلی. کیلومتر مربع میخواد بشه هکتار که باید ضرب شه. ضرب داره چی؟ ضرب در 1000. به خدا اون بالا چند بار گفته بودم. انقدر نمیگم تا تو بعد بگی. اصلا شاید یه ربع هم سر همین مسئله موندی. نه فکر کن. آقا 2 دقیقه روش فکر کن. 2 ضرب در 1000 نه میشه. فکر کن روش. برو رو کاغذ بنویس واسه خودت. نقشه‌شو بکش. آقا کیلومتر مربع بعدش میشد اون، بعد ببین بعد چیکار می‌کردی. من اینجا وای میسم. من فعلا سکوتم تا اینو تو جوابشو بهم بگی. 5 کیلومتر مربع از 1000. هیچ جزوه‌ای نداری که بازش کنی ببینی تو دفترت اینا رو وارد نمی‌کنی؟ یه 2 تا ورق بزنی. اصلا دفتر جلوته؟ بله. اصلا هیچ کدوم اینا رو نمی‌نویسی تو دفتر؟ چیز به این مهمیو که ما ما کند می‌نویسیم. کند می‌نویسی؟ نه اینو بله. نمیگم عزیز بابا. دارم میگم این چیز به این مهمی که من جلسه پیش کلا در مورد همین درس دادیم. عکسش خب اینو هست. نباید این دوتا رو، این 2 واحد طول و واحد مساحت رو نباید اینو تمرین کنی تو دفترت. همچین چیزی اینجوری که من فلش زدم واقعا نکشیدی ننوشتی و اشتباه کردی همچین کاری نکردی دیگه. امروز برو واحد طول و واحد مساحتی که جلسه پیش یاد گرفتی. من تا الان اصلا درس جدید ندادم که. اینا رو قشنگ 1000 باید 1000 ضرب در نه 1000 میشه نه 1 میلیون تقسیم بر نه میدونی چرا انقدر دارم روش گیر میدم؟ چون اگر اشتباه نکنم از اول جلسه 3 الی 4 بار دقیقاً به این جمله اشاره کردم که هر کیلومتر مربع چند هکتاره. هر کیلومتر مربع 1 هکتاره. واقعا خوابت میاد. نه واقعا 2 خوابت میاد. هکتاره. واقعا خوابت میاد. یعنی قشنگ به این نتیجه من رسیدم الان دیگه. کیلومتر بشه هکتار باید ضرب در 100 بشه. نه یه جور نگاهش کن که حفظ کنی که دیگه خدا وکیلی اگر این 3 تا رو من خواستم تبدیل کنی درست باید بگی دیگه. بعدش دیگه چون داستان میشه و بعدش مثلا من یه 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا تمرین اضافه داری مطمئنن واسه اینکه بهتر یاد بگیری. الان 2 مرتبه اینو نگاه کن. اینا رو حفظش هستم. نه حفظ فقط نیست. میدونستم باید چیکارش کنم. نه حفظ نیست. قشنگ نگاهش کن. هر کیلومتر مربع 100 هکتاره. 1 هکتار اونجا کیلوگرم بود. یا ابوالفضل یا ابوالفضل هر کیلومتر مربع هکتار. کیلوگرم نیست. خب آقا دیگه وقت تلف نکن. گفت آقا هر 2 کیلومتر مربع چند هکتاره باید ضرب داره 100 بشه. 2 ضرب در 100 میشه 200. بعد باید 200 هم ضرب واحدش رو بنویسم جلوش که هکتاره.
200 هکتار. تموم شد. بعد تموم اینجا شد. گفته تموم شد. تموم شد. حالا ادامه‌شو بخون. از هر هکتار آن 9.4 تن باید 9.4 ضرب در 200 کنیم. صفر این با یه ممیز این میره دیگه، درسته؟ پس فقط من بله. یه صفر دارم. حالا اون صفر هم در نظر نگیر. 2 4 تا 8 تا 2 9 تا 18 تا یه صفر هم میذارم جلوش. واحدش واحدش تونه. ادامهش تن پسته برداشته شود و قیمت هر کیلوگرم پسته استوب. قیمت هر کیلو تو چی داری؟ پسته تن چیکار باید بکنی؟ باید الان تقسیم بر 100 میخورم تا خب هر کیلو الان انقدر تن داری، الان تن رو باید تبدیل کنی به کیلو. تن رو باید تبدیل بکنیم به کیلو. ضرب در 1000 میشه. ضرب در 1000 میشه 3 صفرش اضافه میشه 3 صفرش واحد ولش کن، میشه رو ولش کن. واحدش کیلو. ادامهش 35,000 تومان باشد. استوب. گفته چی؟ هر کیلوش چقدر باشه؟ 35 تومان. 35,000 تومان، درسته؟ هر کیلوش. تو چند کیلو داری؟ ما باید تقسیم بر 35 بشه. تو چند کیلو داری؟ 1,880,000. من فکر کنم به کلاس چهارمم نه، چون امروز 4 تا من کلاس آنلاین دارم. فکر کنم به کلاس چهارمم نرسم اصلا. یعنی این انرژی که امروز از من بردش فکر کنم ببین الان تو 1,880,000 کیلو داری. هر کیلوشو گفته 35,000 تومنه. باز مثال پرتقال رو بزنم؟ خدایی دیگه 5 بار دارم مثال پرتقال رو میزنم دیگه. پس من میگم آقا شما انقدر کیلو داری، چون هر کیلوش 35,000 تومنه، پس من اینو باید ضرب در 35,000ش کنم. 35,000 دیگه، میبینی؟ چون من 3 تا صفرم بنویسم. خب آقا من کی حوصله داره اینو ضرب کنه؟ هیچکی. واقعا حالشو ندارم. پس اینو با ماشین حساب میزنم. خب 188 ضرب در 35 میشه 65,80. خب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 تا صفرم جلوش. خب 3 تا اینجا، 1 2 3 تا اینجا، 1 2 3 تا اینجا. واحدش هم میشه چی؟ واحدش تومانه. پس این بنده خدا چیز خیلی زیادی سود نکرده، دلم هم واسش میسوزه. 65 میلیارد و 800 میلیون تومان برداشت کرده، درسته؟ معمولا دوستانی که کرمان زندگی میکنن و باغ پسته دارن، جد و آبادشونن در واقع تأمینن و معمولا بیمه هستن، چون پسته خیلی گرونه دیگه. حالا اینجا گفته 35,000 تومان، یه چیز مسخره ای گفته. الان پسته کیلو چنده؟ پسته کیلو 1,000,000 تومنه فکر کنم. 35,000 تومان کجا؟ 1,000,000 تومان کجا؟ خب حالا ولش کن. آقا بریم بعدی. حالا من دوست دارم مثلا این بنده خدایی که این خیاطه رو الان با اینی که باغ پسته داره مقایسه کنی. با این قشنگ میخندیم. این خنده تلخیه ها. خنده تلخیه که یه خیاط با اینکه زحمتش به نظرم چه بسا یه سری جا خیلی بیشتر از اون کسی باشه که اونجا داره فعالیت. نمیگم اونا فعالیت نمیکنن، اونا بنده خدا فعالیت میکنن. اتفاقا خیلی کار سختی هم هست. پسته برداشت کردن مثلا تو تابستون خیلی سخته. خب ولی خب حالا دیگه اون البته اونایی هم که برداشت میکنن اون بنده خدا کارگرن که برداشت میکنن،
درسته؟ اون کسی که باغ داره بله. که خودش نمیره وسط زمین، مگه اینکه حال بره مثلا خیلی حوصله‌اش سر رفته باشه بره حالا، وگرنه حالا چه دل پری من دارم از این بنده خدا. ولش کن، بریم اون بعدی. گفته خیاطی با یک توپ پارچه به طول 49 متر خدمت شما عرض شود که برای دانش آموزان یک کلاس لباس فرم دوخته. رفته پارچه فروشی مولوی، مثلا مولوی تهران، رفته اونجا چیکار کرده؟ یه توپ پارچه خریده 49 متر. توپای پارچه رو دیدی؟ توپای پارچه رو، توپ پارچه روی مثلا لوله‌ای پارچه میپیچن، درست شد؟ از اینا دیدم، آره ببین آره. میاد توپ پارچه، درست شد؟ اسمش آره نمیدونم. رفتن مثلا این خیاطه رفته مثلا یه جایی یه پارچه فروشی یه توپ پارچه خریده. خب این پارچه چه جوریه؟ تو پارچه حالا فکر کن خیلی بامزه میشه. فکر کن مثلا لباس فرم مثلا مدرسه پسرونه مثلا این زرد خالخالیه باشه، بامزه نمیشه خود وکیلی؟ مثلا رفته این زرد خالخالیه رو واسه بچه‌ها خریده، میخواد واسه با این روپوش بدوزه واسه یکی، واسه پسر بچه‌ها. تو پارچه 49 متر طولشه، اینجوری که بازش میکنی اندازه میگیری 49 متر. گفته اگر برای هر دانش آموز انقدر متر پارچه مصرف بشه. خب تا اینجای کار به نظر چیکار باید بکنی؟ اینجای کار سعی کنیم ببینم درستشو میتونی بگی. 49 متر. باید 49 ضرب داره 1 خب ممیز 4 میدونستم اینو کنیم. میگی، هی منتظر بودم اینو نگی ولی با آخرم گفتی. خب ببین خدا وکیلی وقتی 49 ضرب در این بکنی، خب یه عددی بیشتر از 49 بهت میده. بعد خب تقسیمش کنیم. به چه دردت میخوره؟ مثلا 49 ضرب در این مثلا میشه چه میدونم مثلا 60 متر. خب مثلا این 60 چیه الان؟ میگه آقا شما گفته برای هر دانش آموز اینقدر متر پارچهش مصرف میشه، درست شد؟ من میخوام ببینم چند تا دانش آموز دارم که اینقدر پارچه، ببین چند تا لباس میشه. خب 49 متر رو باید تقسیم بر 1.4 بکنم. باش. ضرب داره 10 میشه تا ممیزش برداشته بشه. کشتم شد، اینقدر هرس و جوش خوردم کشتم شد. 14. آقا 2 4 3 4 تا چند بذاریم؟ 3 4 تا 12 1 3 یکی 3 4 درسته. 7 میشه 70. 5 4 تا تقسیم بر 20 10. میشود چند؟ میشود 35. این 35 چیه؟ میگیم 35 تا در واقع لباس فرم دوخته، یعنی 35 تا لباس فرم از توش در میاد. پس معلومه 35 تا دانش دانش آموز. آموز هم هست دیگه، چون رفته خودش حساب کتاب کرده دیگه. پس 35 تا دانش آموز. اوکی. خب گفته دستمزد هر لباس فرم 15,000 تومنه. چقدر کلا پس دستمزد میگیره؟ 35 ضرب داره 15 باریکلا هزار. بالاخره درست گفتی. 35 رو ضرب در 15 ولش کن. 35 رو بیا اینجا ضرب در 15 کن. بگو سریع چقدر میشه. بدو 35 ضرب در 15 میشه 525. 1 و 2 3 تام صفر جلوش میشه چند؟ 525,000 تومان. این بنده خدا دستمزد گرفته 35 تا لباس دوخته، 500,000 تومان دستمزد بهش میدن، درسته؟ بله. آقا این کجا؟ این کجا؟ آقا این انصافه؟ چی بگم؟ خب تموم شد کلاسمون که چیکار کنیم؟ خدمت شما عرض شود که بریم واحد حجم من میخوام بگم.
واحد حجم هم میخوام بگم. شما اون داستان کیلومتر رو یادت داشتی؟ بعد میشد متر، بعد میشد بله دسیمتر، بعد میشد بله سانتیمتر، بعد میشد میلیمتر. حجم میشه چی؟ میشه فضای تشکیل دهنده یک مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکنه. درسته؟ مقدار فضایی که بله یک جسم اشغال. حجم اتاق رو تو بخواید به دست بیاری، باید طولش رو اندازه بگیری، عرضش هم اندازه بگیری، ارتفاعش هم اندازه بگیری، این سه تا رو تو هم ضرب بکنی. درسته؟ برای بله مساحت فقط طول و عرض رو باید ضرب کنی. به اصطلاح میگن دو بعد. دو چی؟ برد ولی برای حجم شما با چند بعد سر و کار داری؟ با سه 4 بعد. چرا؟ طول، عرض، ارتفاع. درسته؟ شنیدی مثلا بله میگن آقا بریم سینمای سه بعدی. سینمای سه بعدی یعنی چی؟ یعنی شما از این عینک‌ها میذارن، شما انگار مثلا عمقش هم میبینی، انگار مثلا یه دریای سه بعدی نشون میدن، تو انگار مثلا عمق اینم داری میبینی. دیدی؟ نمیدونم سینما سه بعدی تا حالا دیدی این عینکای سه بعدی گذاشتی؟ حالا نه ان خدا قسمت کنه این کارو بکنی. داستانش اینجوریه. حالا شما یه کلمه اینجا وقتی من همچین چیزی دارم، فکر کن یه مکعب داشته باشه، مکعب مستطیل. اگر اینجا 2 متر باشه، اینجا 2 متر باشه، اینجا 2 متر هم باشه، اینا رو تو هم دیگه ضرب بکنی، متر ضرب در متر ضرب در متر، 3 تا متر رو که تو هم ضرب بکنی میشود متر مکعب. درست شد؟ حالا فکر کن سانتی متر بله باشه، سانتی متر ضرب در سانتی متر ضرب در میشه سانتی متر مکعب. فکر کن دسی متر باشه، میشه دسی متر مکعب. فکر کن کیلومتر باشه، میشه کیلومتر مکعب. یعنی درست شد؟ الان این 10 ضرب در 10 ضرب در 10 میشه 1000 متر مربع. پس منظور اینه اینجا من یک کلمه مربع نه، یک کلمه مکعب رو میارم برای اینا. پس واحد حجم یک کلمه مکعب اضافه تر داره. درسته؟ پس بله پس شما مگه نمیگفتی هر کیلومتر 1000 متره؟ مگه تو نمیگفتی اینو؟ تو بودی میگفتی بله دیگه. حالا 1000 رو 3 بار ضرب در خودش کن. یا اول 3000 1000 ضرب تا در 1000 ضرب 1 در میلیارد. آفرین. پس هر کیلومتر مکعب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9. هر کیلومتر مکعب میره 1 میلیارد متر مکعبه. آقا متر رو میخوام به دسی تبدیل کنم، مگه ضرب در 10 نمی کردی؟ بله میشه 1000 دیسیمتر. دسی رو مگه میخواستی به سانت تبدیل کنی مگه؟ 1000 ضرب در 1000 میشن. بعد بخوایم کوچیک بریم به بزرگ، تقسیم بر 1000 تقسیم بر 1000 تقسیم بر 1000 تقسیم بر 1 میلیارد. ممنون که گفتی نذاشتی من دیگه بیشتر از این حرف بزنم. خیلی ممنون از شما. حله؟ بله آقا کیلومتر مکعب مثلا واسه کجا استفاده میشه؟ خیلی بزرگه. آره مثلا حجم آب اقیانوس ها. اقیانوس مثلا میگه حجم آب اقیانوس آرام چقدر میشه؟ کیلومتر مکعب استفاده میکنه. متر مکعب کجا استفاده میکنی؟ مثلا میگه آب پشت سد داره، دیدی فیلمشو عکسشو؟ بله آب اون پشت سدی که جمع میشه میشه متر مکعب. یا مثلا فکر کن خونه شما رو خب توشو پر آب کنی، مثلا میخوای شنا کنی. خب مثلا یه روز مامانت خونه نیست، شیلنگو میگیری تو خونه، مثلا آبو پر کنی تا سقف پر شه، بعد بتونی شنا کنی توش. بعد مامانت در رو وا میکنه، میگی داری چیکار میکنی؟ میگی چی، استخر نتونستم برم تو خونه دارم شنا میکنم. درسته؟ البته انیمیشنی بله فکر کنن، واقعا که این کارو نمیکنه. این کارو بکنی که میبرن تیمارستان. نه مثلا کارتونی فکر کن. درست شد. البته که مامانت اگه در خونه رو وا کنه همه آبا میریزه بیرون. اونجا من میگم چی؟ اونجا باز با متر مکعب سر و کار داری. چرا؟ چون طول عرض و ارتفاع خونه رو
متر رو ضرب در متر کنی مگه نمیشه متر مکعب؟ درسته؟ بله. یا حالا چرا این مثال مسخره‌ای زدیم بابا؟ حتی استخر رو در نظر میگرفتیم. استخر هم بایدش حجمش میشه متر مکعب دیگه. درسته؟ بله. سانتی متر دسی متر مکعب. آقا مثلا حجم چه میدونم چیو بگیریم؟ یه مثلا آکواریومی، یه جعبه‌ای که مثلا دسیمتر باشه. 10 دسیمتر 10 دسیمتر 10 دسیمتر مثلا میشه 1000 دسیمتر. سانتی متر مکعب مثلا حجم یه پاک کن. درسته؟ بله. میلیمتر مکعب آقا حجم یه دونه عدس، حجم یه پشه، حجم یه خرمگس. درسته؟ بله. اینم از این. درستون باش تا اینجا. شما درسته من این فصل حجمه رو کامل نگفتم، ولی تو حالا سعی کن چیز کنیم ما بیشتر، حالا جلسه بعدی باز بیشتر سوال کنیم. کتاب تو بیار. صفحه چند؟ خدمت شما عرض شود که تمرین صفحه 220 رو میبینی؟ 200. باز من اینجا با بیارم. بچه خداحافظی کنم. بچه خداحافظ. بله.